ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарони қандам, ҷавонои муҳтарам, навасаку ҳавасакои қанди бобош зиндаву сарбуланд бошед. ҳозир оиди корбори хоҷагӣ як наворчае мекунам ба шумо. ба кӣ? ба он обуначиём, ба он мардуми ғариб, ба он мардуми мусофир, با آن مردم سربلند عزیز تاجیکستانی عزیزم. هرچند که ما تاجیکستان میگم باید عزیز بگم و تاجیکستان بگم با عزیزم بگم که ما حاضر در خود وطن در خوجگیم ما قرار دارم. در پیش من انا گرم خانه، من جوی کلوبنیکو، من خانه نیم کلاک داریم. خب من اینجا گوسالاکو لو چشم دوجای اودی خوجگی باباش که کمپیرک خیلی مهنت کرده. ما با شما نوارهای پیشکش میکنم. من حاضر دیگه میذاریم همین گرم خانه. من بسم الله الرحمن الرحیم. من گرم خانه باباش من پاولونیا سر میشود. پاولونیا کامون سر میشود. من پاولونیا کوی M1 من M1 منو بوجا کمپیرک بو دای ساتیلو شنونده کمپیرک من اینجا ده نواردگی خیلی کارو رفته ایستم. من رفته ایست کار. من پاولونیای باباش خب پاولونیای باباش بو سگ جاکیت چکو کار بو سگ بو جاکیت ایسته. خب پاولونیا رو تماشا کردین برادران قندم. بیا یک کلوبنیکاکو من نشونتون میتونم. من کلوبنیکاکو من سر شیدم. من اینوش گرفتیم قدر گرفتیم کلوبنیکاکو. های کلوبنیکاکو من کلوبنیکو. های خلاصه کرده گویم کار باری باباش خواجگی باباش. من با شما حاضر نوارهای پیشنهاد میکنم. من اینجا جو ساز کردم. اینجا استادچه میموندگی میشتگیم. من اینجا پاولونی ها. من اینجا سنگ موندم. این سنگ برای تلفن. سنگ وطنه. سنگ که پرت افتاده بودم کو در بحر فنلاندیا گفت کو برادر اسماعیل توجیک. سنگ وطن چکل بازی باید که رشد خوشوای. اینجا میمونمش. خب استادچه نمیشینم. من اکی جز پس صفحه تلفن باباش. بسم الله الرحمن الرحیم. میمونم تلفنه. خب حاضر ساعت بینه اولی با عصر قریب 40 minut دیگه به نامزی عصر رش ساز میکنیم. رش دقیق رش ساز میکنیم. خب برادران قندم چی گفتنی هستم؟ سلام با اون مخلصای من که در بازار لوبلینا، در بازار صدوات، در پراسپکت میر، خب در یوژنی وروتا، در فوتی سیتی، خب در سنت پتربورگ، در قهوه خانه برادر تاجیک اسماعیل جان در اونجا قرار دارین. سلام خود را شخصا به شما میفرستم از تیپلیسی تاجیکستان عزیز سربلندم. خب برادران قندم بسیار پرسیدن که بابا تاجیکستان نمیره. پاولونیا مرد، کرما مرد، مهیا مرد. انتظار شین کاربار خواجگی را. پاولونیا پارسال ما یک میگه بابا رشت اسمال میکنه رشت گرد میکنم گردش میکنم خیلی بود. رشت رو گرد میکنم شما قطعی سخن میکنم. برادران قندم پاولونیا انم خیل 100% کار با رفته است. کوچت های پاولونیا من اینجا ده کوچت های پاولونیا چاکا دیدین کوچت های پاولونیا پارسال همین پاولونیا را ای ازبکستانی برادری همین پاولونیا را تو 15 سما می آوردن.
میآوردن خریداری میکردن بعد 10 سمشی 12 14 13 10 اش قلب که 10 بالا بود نمیو ابو ما رفتیم بو کوچه خیلی خلاصه درباره نرخی پارینگی رفتند و تمام خلاص نرخی سولا نمیدونم اینجا اینم دیدن کوچه‌های پاولون ایمارا اینم نمره بالای اکران دو نمره میبره یاتش رئیس خوجگی یاتش و کارگرش همیودا زنگ بزنه شما دارن خیلی کوچه‌تی پاولونیا دستافکا میکنه خوش رو بیان مسئولیت کنین بیان ببینه سرتیروفکا کنین بعد دستکای خودتون بگیرین کدامش معقوله M1 9501 بو بسیار تعریف کردم این M1 ایم پاولونیا کوی خدمت گفتگی بچاکوشنا نواساکوشنا پاولونیا کوی خدمت خب برادران قندم چی گفتنی هستم نرخ به نهایت قیمت ده بابا بیزنس میکنی بابا گیجای برای عاشقش صاحب گیجای برای میواد حقوقش میواد میگیرم کارو باشه میکنه نه که همین پاولون رما چی گفتن هستم نرخ میکنن نمیکنن رئیس خوجگی قطعی کارگراش ما گفتن هستم که همون مردمی که حواس داره و نیازمنده پول نداره کو به پول اون با اون مردم اگر ما توفه میکنم اینامی باباش گم میزنی ما زنگ میزنی که اینامی باباش اینامی بابای قند به پول داده میشوه با مردم نیازمند مردمی که زورش نمیرسه بسیار هست ما زنگ میزنم میگم بابایا 10 تا پاولونیا بابایا 4 تا پاولونیا بابایا 2 تا پاولونیا میگم به پول شما داده میشود حساب بابا میگن که یک درختی بی ثمر به از فرزندی صالح درختی بید مثال میگیم درختی تیرک میگیم بی ثمر نیستی فقط حجت و رقم و دلیل و مهر و پیچت قطعی میگم بی ثمر نیست همین یک هکتارش چی قدر و میگیرن زنبور پرورا اصل میگیرن اصلی بهترین میگیرن گل میکنه 2 ماه گلش دوام میتیه 2 ماه گلش هم خیلی و میشه شکفته میسته 2 ماه بهترین درخته پس درختی بی ثمره درخته که 7-8 سالده میبریش میبره یک کوب تخته میتیه با همونجا با 7 سال 8 سال پس دیگه با میبریش با میبره تخته میزنی همین خیلی گشته و برگشته قریب 90 سال میگم خود مونده اولی با او درجه که بریده تخته کرده است باشن با او درجه نیست نه که با درجه کروگلاکای شیدگی ان که مثلا کروگلاکای استفاده میبرن در مدت 3 سالگی 4 سالگی شوید درخت میتونی ببری برای دسته کنی یگم جو خونه کنی یگم جو پویا کنی یگم جو وای کنی برادران قندم ببین درخت خوبه این برگه که این تو 60-70 سانتی متر پهن میشود کربن نفس میگیرد باید دستم گفتم باید چلی گفتم بازی باید چلی کربن میکشه نفس میگیره میخوره اکسیژن برای ما و شما تیار میکنه برای در خونه تونده یا تای بشنونه برگار هم خیلی کربن میگیره اکسیژن سر میتیه پاولونیا درباره پاولون ساعت ها میتونم با شما گپ بزنم سخن کنم برای برادرو بیو خیلی با کم ترک درباره تعریف بسیارش کنم درباره چیشم گپ بزنم درباره چه خیلی طرز میشنونمش من همین مثال برادران قندم من همین بیاگومسا میگیریم در همینجا میریزیم من کم ترک ریختم در این قطیچک ریختیم من ریشچه پاولونیا من دیدین تای بیاگومس کردگیم من ریشچه کرده فهمیدی این خودش اولی همون چی دوره ده غذا دوره من 2 تا برآورده یک تا شما میکنه یک چه میمونه برو استکان چیکده دور استکان چیکده خوب میکنن خوب میکنه خب بیاگومسا میریزیم بیاگومسا ریختیم من همین طرزه بیاگومسا ریختیم خب اینجا گذاشتیم اوش میریزیم
دو روز یک بار اوش میریزیم. مثال من این ریشه دیگریش. من این ریشه دیدین؟ تا بیاگم سش کرده من وایشید. یک تا ریشه برورده. اجول ریشه نبرورده. فقط نگاه کن پوست ایسنش سوخته برفته تمام شده. پوست اینجاش دیگه نه قوسه کای کار کیسه. میگیرم من میره با آدم بیاگم سدا. با همین چیزا میگیریم. با همین بیاگم سدا میگیریم اونجا. همین با میگیریم. با هم خیلی میشنونه منم خیلی میشنونه. با هم خیلی بیاگم سدا میریزیم. من خیلی گیر دو میکنه. بروش برگ چاکوشه. چیز میکنه من خیلی. با میمونه. یعنی چی گفتنی هستم؟ یعنی گفتنی هستم که پاولونیا در درون بیاگوموس به دنیا میبیا. وقتی که این رو ما میبریم میشنونیم امیر برده شنوندن دمونده فهمیدن به دنیا میبیا ریشه میکنه تا کلونکا میکنه او موید فورال دموش ریشه میکنه بعد میوریم در درون بیاگوموس میمونه خوکم کوش میکنه خیلی مال خوکم کوش کنی علف میبره خوک کوش نکنی بود میکنه این قدر کشید با همین تشچه قتی میکنه هم زمین ملحم فلان فوتا میکنه با همین یک قوزه مثال یک یالوغو بگم یک کوسه دوغوی بگم میریزیم میکنیم آلراش میکنیم ایرا ایدروی سکانشیک میبروریم درونی هم دیدم گیرش پول محکم میکنیم او سر میتیم تمام پاولونه شنونده میشه همین پاولونه شنوندگی من پارینه ماهی 28 بود 29 بود نمیدونم مای جرگان تویستون بود من شنوندم یا بر مرده یا بر زنده شدم با 4 متر 5 متر کلون شدم بود دورو دادیم پرو دادیم بیاگوموس دادیم ای لوای بیارکتر ای لوا کوش گرفتیم نوشیری با کارو لوای توربا گفتیم کارو پرابلما بسیار شد همین کار هم خیلی جگل شدم که با رفت دیگه لوای بیارکتر گفتیم یا لوا گفتیم یا برادری یا خواهر ما لواش تعریف کردم که کار برای جزیر شد برای همین چی گفتنی هستم برادران قندم بابا گیجای دا باشه برای پیشرفت برای جوانو شما گوش کنید گپی خالی گپ نزنید یا چی استحصال کنین بابا خیلی میگه بابا خی همه جا گپ میزنه بابا کار میکنه فهمیدین برای همین بازم خاطررسانی میکنه که با آدم‌های نیازمند به پول داده میشه از ما زنگ بزنین به پول تقسیم میکنم میتتون آدمایی که پول دارن و وای دارن بیزنسمن خیلی پول کو بتونن خیلی خوجا گیدن پول در کار خیلی بتونن برای کارگرا برای چه پول دارن در کار برای آدما برای مادر یادم مادر مرا گفته بود مادر جان برای شما به پول خب منم نمره دو زنگ میزنم درباره پاولونیا گام میزنم شما رو حساب کتاب میکنم من این روز هستم پاگان نیستم کی میدونه کی جدا من این روز هستم پاگان نیستم نه که یک درختی که میبره وای مادر مهربان وای برادر میبره میشونه کو و یک چمچه خیمه شینه در طور سری وای کو ثوابش میرسه فهمیدین میشونده شما این سالی چی نیول شونده نخی یا فقط همو گپ قبیه نویسوندیم بابا برا بمرده و مردن ما چی فایدهش بود هیچ فایده نیست ما کم کار برو فعالیت کنم باش برو یگم فایده است یگم نصیحت میکنم برای همین دوست باشیم برای هم برادر باشیم دستگیری همدیگه را بکنیم خب سخنها بسیاره اولی با رفته رولک برای پاولونه که تکنیک سرس کردگیم برای اون بچه 15 مینوت چیزی زنده و سربلند باشه با شما بود باباتون خب بابا قبول کنه خانه کنه بابای بلاگر هم بابای قند زنده و سربلند باشه شعر الله لایک چرا فراموش نکنید